درود رفقا، به کانال خودتون خوش اومدین. اگر داستان و یا تجربه ترسناکی داشتین و دوست دارین که از این کانال منتشر بشه، به آیدی تلگرامی که در همین کانال پیوند شده ارسال کنید. اگر هم اولین باره که با این کانال آشنا شدین، لطف کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید. بریم سراغ ماجرای امشب. خاطره ای از مواجه شدن با موجودات ماورایی دارم که باهاتون در میون میذارم. سالهاست که کوچ کردم و در ایران زندگی نمی کنم و این خاطره من برمیگرده به 30 سال پیش که در ابتدای سن جوانی بودم و در ایران زندگی می کردم. اون وقتا سر نترسی داشتم و به قولی کلم بوی قرمه سبزی میداد و فقط کافی بود کسی کمی تحریکم کنه تا کارهای عجیب غریبی انجام بدم. مثلا شرط میبستم تنها شب رو تا صبح در قبری در قبرستانی قدیمی بخوابم و این کار رو میکردم و شرط رو میبردم، تا اینکه یک بار شرط بستم برم تو یک مرده‌شورخونه در یک روستای متروکه و روی سکویی که مرده رو میشستن شب رو تا صبح بخوابم. اون شب وقتی برای این کار رفتیم، در مرده‌شورخونه قفل بود و قرار شد من از روی دیوار برم داخل. از دیوار مرده‌شورخونه بالا رفتم و همین که پریدم پایین، همونطور که هنوز سرم پایین بود احساس خوف و ترس کردم، اما دیگه نه راه پس داشتم و نه راه پیش. سرمو که بالا بردم چشمم به موجودی سیاه افتاد که قدی بلند داشت و جلوی در ورودی اتاق مرده‌شورخونه ایستاده بود و منو نگاه میکرد. دستام یخ کرده بود و قلبم میخواست منفجر بشه و خودم رو یه جورایی مرده حساب میکردم. زمان برام متوقف شده بود و نمیدونم که چه مدت من و اون موجود به هم نگاه میکردیم. ناگهان به خودم اومدم و سعی کردم فرار کنم، اما همون جور که تقلا می کردم که از دیوار بالا برم، حس می کردم که هر لحظه اون موجود به هم نزدیکتر میشه و من از شدت ترس با صدای بلند فریاد می زدم. بالا رفتنم و از دیوار یادمه، اما بعدش که چی شد رو یادم نمیاد. بعدش با چک زدن به صورتم و فریاد زدن دوستام و در نهایت آب ریختن به صورتم به هوش اومدم. دوستام کمکم کردن و از اونجا دور شدیم و به هم گفتن وقتی که تو پریدی فریاد کشیدی این دیگه چه کوفتی و ما هم فرار کردیم. اما وقتی برگشتیم دیدیم که این طرف دیوار افتادی و نقش زمین شدی. بعد از ماجرای اون شب ترسی توی دلم افتاد و دیگه دنبال این کارا نرفتم. اما چند ماه بعد نیمه های شب بود که به سمت خونه میرفتم. حضور کسی رو پشت سرم حس کردم. همراهم می اومد و من که وای میستادم اونم وای میستاد و همین که دوباره حرکت میکردم راه میافتاد. کمی تندتر رفتم و به نزدیکی خونه که رسیدم ناگهان صدایی شنیدم که از توی تاریکی اسم منو صدا میکرد و میگفت وایسا، تو رو اذیت نمی کنم، از من آسیبی به تو نمیرسه. و من هم با ترسی که در وجودم بود پشت سرم رو نگاه نمی کردم و تندتر حرکت می کردم. این ماجرا تا جلوی در خونه ادامه داشت تا من در زدم و پدرم با صدای بلند گفت کیه؟ مگه سر آوردی؟ اومدم. اونقدر ترسیده بودم که صدام در نمی اومد و به محض اینکه پدرم دربو باز کرد ضربه‌ای به پشت شونم خورد که با سر رفتم تو بغل پدرم و بعد جلوی در نقش زمین شدم.
از شدت ترس 4 دست و پا از پله ها بالا رفتم و این در صورتی بود که پدرم بدجور ترسیده بود و دست و پاشو گم کرده بود و میگفت خدا بگم چی کارت کنه پسر، زهلم آب شد، مگه چه اتفاقی افتاده؟ و من هم که انگار نه انگار که پدرم حرفی زد همون جور از پله ها بالا میرفتم و داد زدم فقط اون درب رو ببند. صدای بسته شدن درب رو شنیدم و بعد از اینکه پدرم کمی آروم شد بهم گفت چرا صورتت کبوده؟ چرا اینطوری میکنی تو؟ و بعد مادرم رو صدا زد و اونم سریع 1 لیوان آب آورد و انگشتر طلاشو داخل انداخت و به من داد. کمی که نفسم جا اومد سوزش شد، درد کمرم شروع شد. وقتی که لباسم رو بالا زدم و پدر مادرم کبودی و سیاهی پشت کمرم رو دیدن، مادرم جیغی کشید و پدرم گفت هی دوباره با کی بزن کردی که اینجوری آش و لاشت کردن؟ اما مادرم قبل از این که من حرفی بزنم دوزاریش افتاده بود و بقیه ماجرا رو خودم تا دم در اتاقم که از کجا کسی توی تاریکی دنبالم کرد و اسمم رو صدا کرده براش تعریف کردم. پدرم بعد از این که کمی به کمرم نگاه کرد و حالا اتفاقیه که افتاده، مگه چه کار کردی که اینجوری زدنت؟ راستشو بگو چه غلطی کردی؟ من که حوصله غر زدنهای پدرم رو نداشتم گفتم هیچی بابا، من سرم به کار و زندگی خودمه. اما اون شب گذشت و روز بعد پدر مادرم پیش یک دعانویس رفتن و برام دعایی گرفتن که یکیشون رو همیشه به گردنم دارم. البته دعانویس توصیه کرده بود و هشدار داده بود که پسرتون تا 40 روز آینده تنها به جایی نره، مخصوصا حمام. توصیه هایی که دعانویس گفته بود رو انجام دادم و این گذشت تا 3 سال بعد که 13 به در عید نوروز بود و به پیشنهاد پدرم رفتیم به باغمون. با پا گذاشتن به باغ دوباره همون اتفاق مردشورخونه به یادم اومد و بعد از ظهر همون روز برف سنگینی شروع به باریدن گرفت. غروب شده بود که من با دیدن دوستانم که هم محلیمونم بودن و همیشه در همونجا ساکن هستن از هر دری صحبت کردیم و بعد به پیشنهاد یکی از دوستانم که اسمش محمد بود رفتیم به سمت خونه قدیمی اونها و سر راهمون یکی دیگه از دوستان که اسمش شفیق بود رو با خودمون همراه کردیم و کمی تنقلات گرفتیم. شب شده بود که به اونجا رسیدیم و نشستیم و شروع به ورق بازی کردیم و کلی از گذشته هامون گفتیم و به قولی کپکمون خروس میخوند و اصلا متوجه گذر زمان نشدیم تا اینکه وقتی ساعت رو نگاه کردیم از 1:30 شب گذشته بود. دوباره صدایی رو شنیدم، اما این بار صدایی شبیه پدرم بود که اول خودم شنیدم. در حال خنده و بازی ورق بودیم که به محمد و شفیق گفتم یه لحظه ساکت باشین، پدرم داره صدا میکنه. اما با ساکت شدن اونها صدا هم قطع شد و بچه ها گفتن مثل اینکه خیالاتی شدی، صدایی نمیاد. دوباره مشتی تخمه برداشتم و شروع به ادامه بازی شدیم. اما به محض اینکه شروع به بازی کردیم باز همون صدا، ولی این بار با لحنی عصبانی اسم منو صدا میزد. ولی این دفعه محمدم صدا رو شنیده بود و گفت مگه به پدر مادرت نگفتی که میای اینجا؟ من که تعجب کرده بودم در جوابش گفتم معلومه که بهشون گفتم. بعدشم خودتون میدونید که پدر من همچین اخلاقی نداره که توی این برف و کولاک زیر کرسی رو ول کنه و بیاد دنبالم. ناگهان محمد گفت پس این صدای کیه؟ صدای پدرت رو ما میشناسیم.
ماتمون برده بود و به هم نگاه میکردیم. اینجا بود که ترسی توی دل هر ستاییمون افتاد. اما شفیق گفت خب پاشو یه لحظه برو بیرون، شاید باهات کاری دارن و یا اینکه اتفاقی افتاده. من بلند شدم که برم که انگار کسی در گوشم گفت او پدرت نیست، تنها نرو. صدا توی گوشم طنین انداز شد و کمی مکث کردم و بعد به هر دوشون نگاهی کردم و گفتم خب شما هم بیاین با هم بریم. گردشون زدن زیر خنده و گفتن ای بابا، تو همونی که شبها تا صبح تنها توی قبر میخوابیدی؟ ما روی تو خیلی حساب میکردیم، مثلا با دل و جرأت ما تو بودی، چی فکر میکردیم و چی شد. بهشون گفتم صحبت دل و جرأت نیست، آخه اگر جن باشه من دوباره قش میکنم و میافتم رو دستتونا. با شنیدن اسم جن هر دوتاییشون رنگ از رخسارشون پرید که گفتم چی شده؟ پس چرا رنگتون پرید؟ ترسیدین؟ دارن من رو صدا میکنن، با شما که کاری ندارن. دست هم دیگر رو میگیریم و میریم بیرون تا نتونن بلایی سر هیچ کدوممون بیارن. هر دوتایی بلند شدن و بسم الله گویان رفتیم و بعد از گذشتن از حیاط و وقتی درب رو باز کردیم با تعجب دیدیم حتی رد پای خودمون هم که روی برف ها اومده بودیم دیگه نیست و همه جا پر از سفیدی برفه. هر ستاییمون شستمون خبردار شد و به هم دیگه نگاهی کردیم و دو پا داشتیم، دو پا دیگه قرض کردیم و فقط میدویدیم. محمد گفت حداقل صبر میکردیم در رو میبستم. ناگهان خشکش زد و گاری دست خودش نبود و من و شفیق برگشتیم و نگاهش کردیم. با صدای لرزونی گفت فقط به بالای دیوار نگاه نکنین و فرار کنین. با این حرف محمد شروع به دویدن به طرف اتاقی که اون سمت حیاط بود کردیم و خودمون رو پرت کردیم داخلش و بعد محمد هم شیرجه زد داخل و درب رو محکم پشت سرمون بستیم. هر سمون رفتیم زیر کرسی و لحاف سنگینشو انداختیم رومون که از بیرون صدای خرناس می اومد. همچنین چند دقیقه یک بار انگار کسی با سنگ به در می کوبید. من با تعجب به بچه ها نگاه کردم و گفتم دیدین گفتم حالا اگه تنها بیرون رفته بودم الان داشتین جنازم رو دست می بردین. محمد که خیلی ترسیده بود گفت حالا چه کنیم؟ که همون لحظه صدای ترسناکی اسم من رو از پشت در صدا زد و گفت در رو باز کن و بیا بیرون و چند دقیقه محکم به در به اتاق زد. با ترس سرم و از زیر لحاف کرسی بیرون آوردم و چشم به در دوختم و همش فکر می کردم الانه که بیان تو و غافلگیر بشیم. همون موقع لامپ اتاق شروع به خاموش و روشن شدن کرد. من که به شدت ترسیده بودم نگاهی به دوستام انداختم و دیدم اونها از من بیشتر ترسیدن. آخه جوری چشماشون از صدقه بیرون زده بود که برای آروم کردنشون گفتم اینقدر نترسین، اینا با شما کاری ندارن که فقط منو میخوان. محمد که رنگ به رو نداشت نگاهم کرد و گفت من که پشت دستم رو داغ میکنم که با تو یکی توی هیچ خونه ای نشینم. خواستم چیزی بگم که دیدم شفیق بیهوش شده و از حال رفته و کف بالا میاره. واقعا لحظات ترسناکی بود برای 3 جوون 18-19 ساله. با این حال بلند شدیم و شفیق رو از زیر کرسی کشوندیم بیرون و کمی آب که توی پارچ بود رو پاشیدیم توی صورتش تا اینکه چشماش باز شدن و این در حالی بود که محمد زیر کرسی از ترس زوزه میکشید و خدا خدا میکرد و میگفت چه غلطی بود کردم، خدایا خودت به دادم برس. پارسال رفتم تو باغ حاج عباس دزدی زردالو و چند تا چیز دیگه که الان خاطرم نیست. خلاصه هر کاری که از بچگی کرده بود رو داشت لو میداد.
دستشو گرفتم و گفتم بیا بیرون محمد. اگه جنها خفتت نکنن گاز زغال کرسی تو رو میکشه. و شروع کردم به بسم الله الرحمن الرحیم گفتن پشت سر هم. همینطور داشتم تکرار می کردم که ناگهان صدایی مثل دویدن چند اسب روی پشت بام به گوشم رسید، جوری که انگار سقف داشت خراب می شد. در کنارش صداهای عجیبی مثل خرناس چند خرس از سقف می اومد. این ماجرا همچنان ادامه داشت تا اینکه بعد از 1 ساعت صداها قطع شد و من حس کردم دارم به خواب میرم. دستهای محمد و شفیق رو محکم گرفتم و چشمام رو بستم. چند ساعتی بعد با تابش نور مستقیم آفتاب که از پنجره به صورتم میخورد بیدار شدم و محمد و شفیق رو هم بیدار کردم. تا بیدار شدن محمد بلند شد و نگاهی از پنجره به بیرون انداخت و گفت عجب شبی بود دیشب. و بعد کاپشنش رو برداشت و بدون خداحافظی رفت. هرچی بهش گفتم محمد صبر کن با هم بریم گوش نکرد و دوید و سری رفت. به شفیق نگاه کردم و گفت صبحونه میخوری درست کنم؟ در حالی که بهش زل زده بودم گفتم مثل اینکه حالت خوش نیستا. بعد از اتفاقات دیشب مگه میتونم چیزی بخورم؟ ناگهان انگار اتفاقات دیشب یادش اومده باشه فریادی زد و از اتاق پرید بیرون و نگاهی به پشت بوم خونه کرد و گفت اینجا که سالمه، پس اون سر و صداهای دیشب چی بود؟ در حالی که از اتاق بیرون میرفتم گفتم من دارم میرم خونه، تو هم تنها اینجا نمون، خطر داره. بغلش کردم و ازش خداحافظی کردم و به خونه که رسیدم تا مادرم من رو دید فریادی سر پدرم کشید و گفت مگه بهت نگفتم نریم باغ؟ بفرما تحویل بگیر. اما پدرم مثل همیشه با خونسردی گفت حالا که سالمه و با پای خودش اومده خونه، بذار اول بفهمیم چی شده بعد قصاص قبل حکم کن. من هم بعد از کلی قربون صدقه های مادرم ماجرا رو تعریف کردم و بعد مادرم به همراه خالم دوباره پیش دعانویس رفتن و دوباره برام دعا گرفتن. ولی دیگه تا چند وقت نذاشتن که من به باغ برم و تا این که بعد از مدتها با برادرم به باغ رفتیم و سراغ دوستانم رو گرفتم و خیلی ناراحت شدم. آخه دوستم محمد که عاشق کوهنوردی بود برای مدتی مفقود شده بود و بعداً جسدش رو پیدا کرده بودن که از کوه پرت شده بود پایین و لاشخورها و پرنده های دیگه جسدش رو خورده بودن. این خاطره من بود که تا حالا برای افراد کمی تعریف کرده بودم، چرا که باورش سخته و باید آدمی توی شرایطش قرار بگیره تا درک کنن که دنیایی هست به نام دنیای ماورا که موجودات عجیب و ترسناکی داره. خب دوستان، امیدوارم که از شنیدن این داستان هم لذت کافی رو برده باشین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما کامنت و این ویدیو رو لایک کنید. سپاس.